سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش باشید و آماده باشید تا امروز هم داستان دیگری رو با هم بخونیم. دوستان، به دلیل اینکه بعضی از داستان‌های مثنوی کوتاه هستند، من تصمیم گرفتم که در این ویدیو 2 داستان رو نقل بکنم. در نتیجه 2 داستان رو امروز خواهیم داشت و با هم دیگه به بررسی این داستان خواهیم پرداخت. بقالی بود که طوطی بسیار زیبایی داشت. این طوطی علاوه بر زیبایی بسیار خوشنوا و خوش آواز هم بود. در دکان از سوی به سوی می پرید و نگهبانی می کرد و با مشتریان دکان به صحبت و گفتگو هم می پرداخت. این طوطی علاوه بر این که به زبان طوطیان استاد بود، به زبان آدمی هم صحبت می کرد. روزی در دکان در حالی که از سوی به سوی می پرید، ناگهان بالش به شیشه های روغن گل برخورد میکنه و شیشه میفته و میشکنه و همه جا آلوده و چرب میشه. وقتی که بقال از خانه به سمت دکان میاد، ناگهان میبینه که همه جا چرب و آلوده و کثیف شده و طوطی رو میبینه. خیلی عصبانی شد و در همون حال یک ضربه به سر طوطی زد. وقتی که این کار کرد، پرهای سر طوطی ریخت و طوطی تاز شد. بعد از این طوطی خوش بیان و خوش زبان دیگه با کسی صحبت نکرد. بقال بسیار پشیمان شد از کاری که کرده. بقال آه میکشید و با خودش میگفت ای کاش دست من شکسته بود اون موقعی که به سر طوطی ضربه زدم. بقال هر جا که میرسید به هر درویشی که میدید صدقه میداد تا مگر نطق و زبان طوطی خوش زبان و خوش بیانش دوباره باز بشه. بعد از 3 روز و 3 شب که ناامید و ناراحت بود، روزی بر دکان نشسته بود که بسیار تلاش میکرد که به هر روشی که شده طوطیش دوباره به زبان بیاد، اما هر کاری که میکرد نتیجه‌ای نمیگرفت. بعد از 3 روز و 3 شب که گذشت و بقال ناامید و ناراحت روزی بر در دکان نشسته بود، ناگهان ژنده‌پوش و درویشی سربرهنه از جلوی دکان عبور میکرد که سرش بیمو بود و تاس بود، از جلوی دکان گذشت و عبور کرد. طوطی وقتی این صحنه رو دید، یه دفعه خطاب به اون ژنده‌پوش گفت چرا تو هم مثل من تاس شدی؟ مگر تو هم از شیشه روغن ریختی؟ وقتی مردم این حرف طوطی رو شنیدند، همه بلند زدن زیر خنده که طوطی اون ژنده‌پوش و صاحب درق رو مثل خودش پنداشته بود. وقتی که طوطی این قیاس رو میکنه، مولانا اینجا بحث قیاس رو باز میکنه. میگه که پس تو هم خودت رو با پاکان حق و با اولیاء حق و با دوستان خدا خودت رو قیاس نکن. اگرچه که در نوشتن شیره، یکی شیر خوردنی، یکی شیر جنگل، اگرچه اینها اشتراک لفظ دارند و یک لفظه که برای هر دو به کار میره، اما 2 تا معنای کاملا متفاوت در پشت این یک لفظ مشترک هست که شیر باشه. پس خودت رو با اولیاء خداوند قیاس نکن. بسیاری از مردم به خاطر همین اصلا گمراه شدند، به خاطر همین قیاس بود که گمراه شدند و از حقیقت احوال ابدال حق و اولیاء خدا کم کسی آگاه شد. اونها مردم خودشون رو با انبیا یکسان قیاس کردند و اونها رو مثل خودشون پنداشتند. مردم میگفتند که اونها، اون پیامبران و اولیا هم بشری مثل ما هستند، ما بشر، ایشان هم بشر و هر دومون گرفتار خواب و خور و خشم و شهوتیم. اما از نابیناییشون این رو ندونستند که فرقی بی منتها بین این دو هست. همونطور که 2 گونه زنبور غذا میخورند، اما یکیش تبدیل به نیش میشه و یکی دیگهش تبدیل به عسل میشه. همونطور که 2 گونه آهو هر دو غذا میخورند و برای یکی تبدیل به سرگین میشه، یکی دیگه مشک ناب تولید میکنه. هر 2 گونه نی از آب مینوشند و یکی خالی میمونه و یکی دیگهش پر از شکر میشه. یک نی خالیه و یک نی پر از شکره. پس 100,000 نمونه شبیه هم رو که بینشون 70 ساله راه هست، 70 ساله فرق بین این 2 چیز به ظاهر شبیه وجود داره. اگر صورت 2 چیز به هم شبیه باشه عجیب نیست، چرا که آب تلخ و آب شیرین هر دو با صفا و زلال هستند.
اما یک صاحب ذوق و یک کار بلدی میخواد که بیاد بشناسه فرق بین آب خشک و آب شیرین رو از آب شور. سحر رو عده‌ای با معجزه قیاس کردند و هر دو رو اساسشون رو بر مکر پنداشتند، در صورتی که معجزه حقه و سحر باطله. اما هر دو رو مثل هم دیدند و گفتند که اینها مکره. ساحران موسی برای مقابله با موسی اونها هم عصایی مثل موسی برداشتند، اما از این عصا تا اون عصا فرقی ژرف و بزرگه و از این عمل تا اون عمل فرقی بسیار شگرف در میان هست. خب دوستان، داستان دوم امروز رو با همدیگه میخونیم که داستان پادشاه جهود هست. پادشاه یهودیان که قصد کشتن پیروان حضرت عیسی رو در سر داره. خب دوستان، این پادشاه جهود و پادشاه یهودیان قصد هلاک و کشتن پیروان حضرت عیسی رو کرده بود. مولانا میگه که اگر خبر میخوای از این قصه، برو و سوره بروج رو در قرآن بخون. دوستان، وقتی که این سوره رو میخونیم در قرآن، میبینیم که داره در مورد گروهی از کفار صحبت میکنه که از روی دشمنی قصد سوزاندن گروهی از مؤمنین رو دارن و میخوان اونها رو در آتش بسوزونن. داستان ما هم این چنینه. اون پادشاه جهود از روی بدتینتی چیکار میکنه؟ آتشی رو برپا میکنه و در کنار اون آتش یک بتی رو قرار میده و اون پادشاه جهود به مؤمنین میکنه و خطاب به اونها میگه که اگر که این بت رو سجده کردید رستید و از آتش رها شدید و نجات پیدا کردید، اما اگر سجده نکنید در این آتش شما رو خواهم سوزاند. و بعد مولانا میگه که چرا او این کار رو کرد؟ به خاطر این بود که بت نفس رو به بت تشبیه میکنه و میگه بت نفسش بسیار بزرگ شده بود. یعنی بت منیت و خودخواهی و خودپرستیش بسیار بزرگ شده بود و از این بت نفسش یک بت دیگر زاییده شد و میگه مادر همه بت‌ها بت نفس و منیت و خودخواهی و خودپرستی شماست و همه بت‌های دیگه از اون زاییده میشن. مثلا نفس ما یا منیت ما هم خشم داره، هم حرص داره، هم شهوت داره، هم بدنظری داره، هم عیبجویی داره، هم هزار مشکل و هزار آسیب دیگه در نفسانیت و خودخواهی و منیت ما وجود داره که هر کدوم رو میشه به بتی تشبیه کرد. پس این بت بزرگ بت نفس و منیت ماست که مادر همه بت هاست و همه بت ها از او زاده میشه و همه بت های دیگه مثل مارن، اما این بت اصلی که بت مادر هست مثل اژدهاییه که شعله های آتشش ما رو در بر گرفته. تشبیه دیگه ای مولانا اینجا میاره. نفس رو به آهن و سنگ تشبیه میکنه. آهن و سنگی که وقتی به هم میزنیم جرقه میزنه و آتش از اون بیرون میاد. پس میگه نفس شما اون آهن و سنگه و بت اون شراره، اون بتی که پادشاه جهود کنار آتش برپا کرده بود و به مؤمنین میگفت که به اون سجده کنید، در واقع بتی بود که گفتیم از بت مادر زاده شده بود. حالا نفس رو به سنگ و آهن تشبیه میکنه که به هم زده میشن و جرقه میاد و میگه اون جرقه بته. پس از نفس شما دائم بت‌های متفاوتی به ظهور میرسه و زاده میشه. سنگ و آهن نفس رو به هم میزنیم و جرقه و شراری ایجاد میشه که اون بته. انواع بت‌هایی که میتونه از این نفس ما، از این سنگ و آهن بیرون بیاد. خب این با آب آرام میگیره و ساکن میشه. وقتی که به این سنگ و آهن آب بزنیم جرقه ایجاد نمیشه، جرقه تولید نمیشه. پس این بت رو ما خنثی کردیم به نوعی. اما پس مولانا میخواد بگه شکستن این بت‌ها کار سختی نیست. مثلا اینکه ما بت شهوت، بت خودخواهی، بت بدبینی، بت خشم، اینها رو بخوایم که باش مبارزه بکنیم، اینها کار سختی نیست. این بت‌ها رو میشه شکست. اینها کار چندان سختی نیست. مثل اون آبیه که میزنیم به این سنگ و آهن که جرقه نزنه و بت تولید نکنه. اما سنگ و آهن رو چجوری میشه با آب شست و خاموش کرد؟ اون جرقه رو میشه با آب خاموش کرد، اما خود سنگ و آهن رو که با آب نمیشه کاری کرد، نمیشه از بین برد.
پس اون سنگ و آهن همچنان بر جا میمونند و آدمی هیچ وقت دست این سنگ و آهن که نفس باشه رهایی نداره. مولانا برای این بت و نفس اصلی مثال دیگه ای رو میاره. مثالش اینه که میگه که هر کدوم از این بت‌ها مثل یه سیاهابه‌ای هن، مثل یه آب سیاهی هن که در یک کوزه قرار داده شد. اما نفس اصلی که مادر بت‌هاست چیه؟ چشمه اون آب سیاه هست که هر دم از این چشمه آب سیاه میجوشه و بیرون میاد. با یک سنگ 100 تا کوزه رو میشه شکست و اون بت‌ها رو از بین برد. اما آب چشمه رو چجوری میخوای که از بین ببری که هر دم میجوشه و خارج میشه؟ پس بت شکستن سهل باشد نیک سهل. بسیار کار آسانی شکستن بت. سهل دیدن نفس را جهل است جهل. اما آسان دیدن نفس جهله و بدون که نباید این کار رو بکنی و اونو سهل بشماری. بعد مولانا به ما میگه که خب حالا این نفسی که اینقدر ازش داریم صحبت میکنیم ممکنه بپرسی که این چه شکلیه، ظاهر و صورتش چیه. خب اون موقع است که مولانا میگه که اگر که میخوای بدونی که نفس چه شکلیه، برو در قرآن قصه دوزخ با هفترش رو بخون تا آگاه بشی که نفس چه شکلیه و ظاهرش چیه. خب بریم سر داستان. اون پادشاه جهود چیکار کرد؟ پادشاه جهود آتش رو برپا کرد و بت رو گذاشته بود و خطاب به مؤمنین که بیاید بر این بت سجده بکنید. نوبت به یک زنی میرسه که کودکی در آغوششه. خب اون زن میاد و امتناع میکنه از سجده کردن. پادشاه جهود چیکار میکنه؟ طفل رو از مادر میگیره و در آتش میندازه. زن میترسه و دل از ایمانش میکنه و میخواد که سجده بکنه که ناگهان طفل از میان آتش میگه که اندرا ای مادر اینجا من خوشم، گرچه در صورت میان آتشم. این آتش حجاب چشم بنده، تو رو فریب میده، تو نمیتونی ببینی که پشت این حجاب چیه. پشت این حجاب رحمت خداست. اینجا تو اینجا به شکل شعله‌های آتش اگر میبینی، اما بدون که اینجا رحمته که سر برآورده از اینجا. کودک ادامه میده اندرا مادر ببین برهان حق، تا ببینی اشرت خاصان حق. مادر بیا تا برهان الهی رو در این آتش ببینی که چگونه اولیاء خدا در این آتش خوشند و سرخوشند و در حال خوشگذرانی و اشرت هستند. اندرا و آب بین آتش مثال. مادر اندرا و آب ببین که ظاهرش مثل آتشه، از جهانی که آتشه اما ظاهرش مثل آبه. پس اون از جهان خودت که در واقع آتشه و ظاهرش آبه، بیا و وارد آبی بشو که ظاهرش آتشه. اندرا اسرار ابراهیم بین، کو در آتش یافت سرو و یاسمین. بیا اسرار ابراهیم ببین که برای ابراهیم چه اتفاقی افتاد که آتش براش سرو و یاسمین شد. بعد کودک ادامه میده که ای مادر، موقعی که میخواستم از تو زاده بشم میترسیدم و مرگ میدیدم. خیلی میترسیدم از این اتفاق و سخت خوفم بود. اما چون که به دنیا اومدم و زاده شدم، از زندان تنگ شکم تو بیرون اومدم. مادر، وقتی که من از تو زاده شدم، از زندان تنگ رحم تو رستم و رها شدم و وارد جهان پهناور و زیبای بیرون شدم. اما من این جهان رو اکنون مثل رحم دیدم وقتی که در آتش این عظمت و رحمت و زیبایی رو دیدم. مادر، من در این آتش عالمی رو دیدم که هر ذره از اون ایسادمی حضور داشت. اینک این جهانی که من در اون هستم، یعنی این آتش جهان هست حقیقیه، اما ظاهرش نیست شکله و شما فکر میکنید که نیست. و اون جهان شما که شما در اون هستید ظاهرش هسته اما در حقیقت نیست و ذاتش نیستی و بی‌ثباتیه. مادر، به حق مادری اندرا و وارد این آتش شو تا ببینی که این آتش آتشی نمی کنه. اندرا مادر و اقبال و بخت و دولت رو در این آتش ببین. اندرا مادر و این بخت و خوشبختی رو از دست مده. قدرت این پادشاه ظالم رو دیدی، حالا وارد شو تا قدرت و لطف خدا رو ببینی. من از روی لطف و محبتی که به تو دارم پای تو رو میکشم به سمت این آتش، وگرنه اینجا انقدر خوشم که اصلا به یاد هیچ کس نمیافتم. بیا مادر و وارد شو و دیگران رو هم دعوت کن، بگو که خداوند در این آتش خوان رحمت خودش رو گسترده.
ای مسلمانان همه وارد بشید و وارد این آتش بشید که غیر زیبایی و پاکیزگی و گوارایی دین هر چیزی که میبینید عذاب است. اندر آیید همتون پروانه‌وار اندر آیید و که این آتش 100 بهار درش حضور داره. و کودک همچنان بانگ میزد در میان اون قوم و خلق، صدای این کودک رو میشنیدند، صدای این بانگ ها رو میشنیدند و جان خلقان از هیبت و شکوه این بانگ در واقع به شور و شوق میومد و جان خلقان از هیبت و عظمت این بانگ کودک به شور و شوق اومده بود و شگفت زده بود. بعد از این مردم خودشون رو یکی پس از دیگری رها می‌کردند و در آتش می‌انداختند و بدون اینکه کسی بالای سرشون باشه و مجبورشون کنه از عشق دوست می‌پریدند، چرا که شیرین کردن هر تلخ از خداست. و کار به جایی رسید و چنان شد که فرماندهان پادشاه و سربازان پادشاه مردم رو از این منع می‌کردند که وارد آتش بشن. یعنی برعکس شده بود، دیگه از این به بعد اونها رو منع می‌کردند که وارد آتش نشید. و اون پادشاه یهودی و اون پادشاه جهود سخت سیاهرو و خجل شده بود که میدید مردم در ایمانشون عاشق‌تر شدند و در فنای جسم صادق‌ترند و مشتاق‌ترند تا به خدا برسند. بعد از این پادشاه رو به آتش میکنه و خطاب به آتش میگه چی شده؟ طبع تو رو چی شده؟ تو که همیشه میسوزوندی، طبیعت تو سوزاندن بود، چرا الان دیگه نمیسوزونی؟ و از این جنس صحبت‌ها با خطاب به آتش گفت و آتش در نهایت پاسخ داد به او که من تیغ حقم و به دستور خداست که میبرم. من وسیله‌ای هستم و سببی هستم که به دست مسبب اصلی یعنی خدا قرار داره و او هر کاری که بخواد، هر خاصیتی که بخواد من دارم. اگر بخواد که من بسوزونم میسوزونم و اگر نخواد که من بسوزونم من نمیسوزونم. خب دوستان، بپردازیم به رمزگشایی از این داستان زیبا و تاثیرگذار. ببینیم که مولانا چه نکاتی رو ضمن داستان برای ما مطرح کرد. خب دوستان ببینید، در عرفان مطلبی رو داریم، این که تن ما مادریه که حامله است و طفل جان حامله است. پس تن ما مادریه که طفل جان رو بارداره و در زمان مرگ زایمان میکنه و جان متولد میشه. و حتما شنیدید که در رشد معنوی انسان مرحله‌ای هست که در اون عیسی جان از مریم جان متولد میشه و اون مرحله‌ای بسیار ارزشمند و والاست در سیر و سلوک معنوی که کسی که به اون میرسه در واقع در همین دنیا عیسی جانش از مریم جان، مریم تن متولد میشه. و این مرحله‌ای هست، مرحله‌ایه که پیامبران و اولیاء خدا به اون رسیده بودن. پس این کودک کیه؟ این کودک متولد شده از مادر تن کیه؟ پیامبران و اولیاء خدا هستند که مردم رو دعوت میکنند بیاید در آتش که اینجا رحمته. اون آتش چیه؟ اون آتش هم آتش جهاد و مجاهده و تلاش برای رهایی از نفس ویرانگر ماست. اگرچه که در ظاهر بسیار سخته مجاهده با نفس و ریاضت، اگرچه که در ابتدا آتشین و سخت به نظر میاد، اما بهشت درون این آتش حضور داره. این که ما رو دعوت میکنن که بیایید با نفستون مبارزه بکنید و مجاهده بکنید برای اینی که به این بهشت برسید. پس پیامبران و اولیا ما رو دعوت میکنن به این بهشت که بیایید، اگرچه که این بهشت ظاهرش آتشینه، اگرچه که ریاضت و مجاهده در راه خدا و مبارزه با نفس کار سختی به نظر میاد، اما بیایید که این آب آتش نماست و وصال خدا در اونجاست و شما در اونجا به وصال خدا میرسید. اگر که قدم در این راه به ظاهر سخت بذارید، اما بدونید که نتیجهش شیرینه و ورود به بهشت وصال الهی. ممنونم دوستان، متشکرم از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم دوست داشته باشید قصه رو و اگر دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب رو فراموش نکنید و با دوستانتون هم ویدیو رو به اشتراک بذارید تا اونها هم با ما همراه باشن. خیلی متشکرم و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارشون.